زندگی وینسنت ون گوگ یکی از داستان‌های جالب و پر از چالش‌های انسانی در تاریخ هنر است. او به عنوان یکی از بزرگترین هنرمندان پست امپرسیونیسم شناخته می‌شود. در ادامه به بررسی جنبه‌های زندگی و آثار هنری وی و در انتها نحوه ورک این هنرمند بزرگ می‌پردازیم که آیا او خودکشی کرده است یا کشته شده است. ون گوگ در 30 مارس 1853 در زوندرت هلند به دنیا آمد. او فرزند یک کشیش بود و خانواده‌اش تأثیر زیادی بر او داشتند، به خصوص برادرش تئو که با او رابطه نزدیکی داشت. وی در ابتدا به دنبال شغل پدرش رفت و کشیش شد. بعد از مدتی به عنوان یک دلال آثار هنری کار کرد، اما در نهایت به نقاشی روی آورد. ون گوگ به شدت تحت تأثیر طبیعت و محیط اطرافش بود. وی در برخی از نقاط زندگیش به ویژه در آرل و آوینون به طبیعت نزدیک شد و از مناظر آنجا الهام گرفت. وی در شب شمعی بر روی کلاه حصیری خود می‌چسباند تا نور کافی برای نقاشی کردن داشته باشد. به نظر او شب بسیار غنی‌تر و زنده‌تر از روز بود. او شبها به کافه‌ها می‌رفت و با کمک شمعی که بر روی کلاهش داشت نقاشی می‌کشید. وی به شدت به استفاده از رنگ به عنوان ابزاری برای بیان احساسات و عواطف خود تاکید داشت. او معتقد بود که رنگ‌ها می‌توانند احساسات انسانی را به طور مستقیم منتقل کنند و این رویکرد به آثار او عمق بیشتری بخشید. حتما برایتان جالب است بدانید که چه کسی گوش ون گوگ را برید. ون گوگ به همراه هنرمند سرشناس دیگری به نام پول گوگن زندگی می‌کرد. همکاری ون گوگ و گوگن منجر به خلق آثار استثنایی شد. در این حال این دو مرد دیدگاه‌های بسیار متفاوتی درباره هنر داشتند که منجر به بحث‌های داغ می‌شد. در آخرین تنش این دو هنرمند، گوگن ون گوگ را تهدید کرد که از آنجا خواهد رفت. ون گوگ آنقدر پریشان شد که همان شب گوش خود را برید و به بیمارستان آرل منتقل شد. پس از این حادثه گوگن از آرل رفت. چگونه تابلو شب پرستاره خلق شد؟ ون گوگ مدتی را به خاطر بریده شدن گوشش در بیمارستان بستری شد و در ژانویه 1889 مرخص شد. اما وی احساس می‌کرد سلامت روانیش بعد از گذشت چند ماه بهبود نیافته است. بنابراین در ماه می همان سال به تیمارستان سن‌پل رفت و در این آسایشگاه بسیاری از آثار کلاسیک خود از جمله درختان زیتون، شب پرستاره و زنبق‌ها را خلق کرد. وی در این مدت به کمک برادرش تئو تلاش کرد بسیاری از آثارش را بفروشد، اما موفق نشد. نکته جالب اینجاست که ون گوگ اثر شب پرستاره را که از پنجره آسایشگاه روانی کشید هیچگاه دوست نداشت. از این اثر به عنوان یک اثر ناموفق نام برد. او به برادرش در نامه‌ای نوشت: این اثر با من حرف نمیزند و حتی یک ذره هم خوب نیست. شب پرستاره اکنون یکی از شاهکارهای پرطرفدار ون گوگ و یکی از بهترین آثار ون گوگ به شمار می‌رود. ون گوگ که در طول 37 سال زندگی حتی یک ستاره هم در آسمان هنر نداشت، بعد از مرگ به عنوان چهره سرشناس بدل شد و اثر شب پرستاره از سال 1941 به بعد جزو آثار ثابت موزه هنر مدرن نیویورک گردید. آیا ون گوگ به قتل رسیده یا خودکشی کرده است؟ در سال 1890 ون گوگ به طور جدی به ناحیه شکم خود شلیک کرد، اما در لحظه وقوع حادثه به نظر می‌رسد او هنوز هم قادر به راه رفتن و رسیدن به بیمارستان بود. این موضوع باعث شده است برخی محققان به این فکر کنند که شاید او به طور عمدی به خود آسیب نرسانده باشد. استیفن نایفه و جورج وایت اسمیت در سال 2011 کتابی با نام زندگینامه ون گوگ منتشر کردند و در آن مدعی شدند ون گوگ خودکشی نکرده است، بلکه توسط یک نوجوان قلدر محلی کشته شده است، در حالی که تاریخ‌دانان و حتی موزه ون گوگ بر این باورند که او خودکشی کرده است. نشریه ونیتی فیر مقاله‌ای با این مضمون منتشر کرد: این هنرمند نمی‌توانسته از این فاصله به خود شلیک کند، همچنین اثری از سوختگی بر روی دستش وجود نداشته. همچنین ون گوگ در نامه‌هایش به برادرش تئو به ویژه در سالهای آخر زندگیش از تمایل به زندگی و امید صحبت کرده است. این شواهد می‌تواند بیانگر این نکته باشد که او به طور کامل به خودکشی فکر نمی‌کرده است و ممکن است در آن لحظه تصمیمی ناگهانی گرفته باشد. ون گوگ در آخرین جمله عمرش به برادرش می‌گوید: غم تا ابد باقی می‌ماند.
اگر از این گونه مطالب لذت میبرید، در کانال ما عضو شوید و با نظرات ارزنده خود ما را در بهبود مطالب همراهی کنید.